بعد از دادن امتیازها به وارد کننده محصولات غذایی برای ساکنان دوشنبه، ارزش مواد پیشنهادی در دکانها به طور نظررس کاهش یافته است. اگر هفته قبل یک خلطه آرد تولید قزاقستان تا 250 سومانی نرخ داشته باشد، بعد از راه اندازی امتیازها ارزش آن در دکانهای کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه تا 235 سومانی کاهش یافته است. آرد مثال استحصال قزاقستان 50 کیلوی پره 235 سومون. ناوی یکمش 235 سومون، ناوی دویمش 200 سومون جورا. روغن 5 لیتر استحصال روسیه 70 سومون 5 لیترش. خیلی با چیه دیگه اینا؟ برنج استحصال قزاقستان پاکستان 10 سومون. ای همه ارزون ترین. محصولات نغذایی آخه، محصولات نغذایی. مثال اینا ای نوعی شهرینه میآید، ایسور میآید جورا، ورزوب میآید. خیلی هم اینا داری میکنن که. آخر ماه گذشته مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره بودجه سال 2023 تغییرات وارد کرد. بر اساس آن وارد کننده های محصولات غذایی برای ساکنان پایتخت تاجیکستان از پرداخت 50% انداز به ارزش اضافه شده و پرداخت باج گمرکی کاملا آزاد شدند. این تغییرات بیشتر به فعالیت کارخانه واحد دولتی استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه در شهر دوشنبه ربط میگیرد. امتیاز به این کارخانه به جیب خریداران هم تاثیر گذاشته است. بسیار فوجی نقض میورن که هر 20 شو خیلی مارکو مثلا کامغلو اینجا میگیرن با همین 10 سوم 15 سوم اکانوم کی میشه و ایرا با 10 سوم 15 سوم کرای ماشین میتیان 30 سوم راه کرایشون میشه و 30 سوم دو با 3 کیلو شکر میگیره و فرزندو در 2 هفته میخرن. صاحب نظران میگویند اختصاص چنین امتیازها به بودجه کشور خسارات زیادی وارد نمیسازد و در صورت نتیجه خوب داشتن این امر چنین تجربه در منطقه های دیگر تاجیکستان نیز باید راه اندازی شود. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید که دوشنبه بزرگترین شهر کشور است و باید امتیازهای داشته باشد. خوب یکی از ضرورتش همین است که اساساً شهر دوشنبه که قریب 1 میلیون در اینجا نفر زیادتر نفر زندگی میکند، مردم مثلا زمین از حولگی ندارد، کشت کرده نمیتواند. این امتیاز مثلا او قدر یک حجم کلان مبلغ نیست که به قسم درآمد بودجه ضرر برساند. سالهای اخیر پارلمان تاجیکستان همساله برای واردات چنین محصولات برای ساکنان شهر دوشنبه را قسما از انداز آزاد میکرد، ولی این دفعه پرداخت باج گمرکی نیز کاملا حذف شد. هرچند نرخ و نوای دکانهای این کارخانه پایینتر از بازار شده است، اما به نرخ بازار تاثیر زیادی نمیگذارد. زیرا قبل از این 2 ایام در بازارهای تاجیکستان قیمت مال و محصولات به یک بارگی چند مرتبه بالا می رود، ولی دیگر باره به نرخ‌های قبلی خود بر نمیگردد.